برای شروع 7 عدد بادمجون رو به طور کامل کبابی میکنیم. دوستان بهتره بادمجونایی رو انتخاب کنید که میزان دونه‌شون خیلی کم باشه که در نهایت برانیتون طعم بهتری داشته باشه. بادمجونا رو که از رو گاز برداشتیم قبل از اینکه کامل خنک بشن پوست میگیریم. و شروع میکنیم به ساتوری کردن بادمجونامون. بهتره ساقه بادمجون رو جدا نکنیم چون ساتوری کردنش راحت تره. من گردوها رو ساتوری میکنم که بیشتر زیر دندون بیاد. شما میتونید همین کار رو با خردکن هم انجام بدید. کاملا سلیقه‌ایه. اگه دوست دارید برانیتون غلیظ‌تر بشه مقداری بهش ماست چکیده اضافه کنید. حالا 4 قاشق غذاخوری نعنای خشک داریم که اضافه میکنیم و 3 قاشق غذاخوری هم خالیواش داریم. خالیواش جزء سبزی‌های معطر گیلان هستش که اگه شما تو منطقه خودتون ندارید میتونید از سبزی‌های محلی خودتون استفاده کنید بجاش. اینجا اضافه کردن سیر بسته به ذائقه‌تون داره. میتونید بین 2 تا 5 تا سیر اضافه کنید. ولی من 6 عدد اضافه کردم چون همسرم گیلانی هستن و خیلی سیر دوست دارن. عزیزان اگه دوست دارید ادامه ویدیوهای من رو ببینید لطفاً سابسکرایب و لایک رو فراموش نکنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید من با خبر بشید.